شما و بینندگان عزیز در خدمت شما هستیم با هنرمندان عزیز و مسابقه رقص در خدمتتونیم که از نقاط کشور تشریف اومدن اینجا برای هنرنمایی کنن. خیلی هم ممنون. تاتیانا هستم در خدمت. هلو. بله، اشکالات رقصتون رو بهتون میگم. با سلام. من کیم؟ بله من کیم؟ حقیقت من استرسم. الان هم صحنه جا کنم یا هنگی انتخاب کردم از قبلا ها روش کار کرده دیدم. بعد بهم گفتن که بیا اینجا سرعت رقص خیلی بالا سلام بدم کمش کردم و اومدم اینجا یه جور هم میشه استرس گرفته شما. Welcome to the dance floor. آفرین عزیزم، آفرین، خیلی رقصتون خوب بود. فقط پوهن خیلی خوبی هم داشتین. فرم لباسی که پوشیده بودین خیلی تمیز بود. آفرین. فقط یه لطفی میکردی عزیزم، شما وقتی که اومدید داخل اینجا یه دستشویی دم در بود، لطف میکردید اونجا دستشویی میرفتین که وقتی میاد اینجا بو در نیاری عزیزم. خیلی ممنون میشیم عزیزم. انشاءالله بعداً که اومدی تعمیر بیشتر بکن. دم در حتما دستشویی برو، دم در دستشویی هست، حتما دستشویی برو که اینجا نخواه این کار رو بکنی که اینقدر پشه اینجا جمع بشین. خیلی ممنون. درست اشکالای رقصت رو میگه خانم تاتیانا. قشنگ نگاه کن. داشتی فقط رقص برای خودت میکردی نه برای بینندگان. خدمت بینندگان عزیز و عسکری مردانیان، والا ما تو صحرا بودیم داشتیم بوستان میکردیم، یهو خبر دادن که از آنتونیا بابا شیخ مسابقه رقصه. ما اومده هنرنمایی کنیم. خیلی هم ممنون. Welcome to the dance floor.
خسته نباشی بهتون میگم. دوست عزیز شما گفتین از شهر کرد تشریف آفرین. شما خیلی قشنگ هستید. لطفا یکم کمتر هستید رو دماغت بکنید. میگم دوست عزیز شما سعی میکردید این لباستون رو یکم اون کمربند و اون چوغان و ایناتون رو میپوشیدید و رقص اصیل شهر کردون رو درست بتونید سعی میکردید یه همون رو میرفتیم. والا ما کنی گوست فردا بودم خرمالتون. خب دست برده کن از احساس تعلقی که دارید، از احساس تعلقی که نسبت به برنامه دارید خیلی خانم تشیانم یه رقص خیلی خوب بود. فقط لطف کنید قبل از اینکه میومدید یه دوش میگرفتید. خیلی ممنون. توی خونه جای یه صابون به خودتون خیلی بهتر. Welcome to the dance floor. نگاه نکن با چشات قلب منو صدا نکن منو بسته منو دیوونه نکن موهاتو تو دست باد شونه نکن پری پریا گل پریا تاج سریا دل بریا برو بیدنا دل بیدنا ناز کشیدنا روز روشنا روی چمنا بوسه زدنا دل در بلا اونقدر بالا جیگر طلا حنا به خدا بده یه ندا تا بشم فدا پریا گل پریا تاج سریا سلام خدمت جناب آقای اصغر خردادیان. ببخشید آقای خردادیان مثلا بدونم هدف از ساختن این فیلم چه بود؟ با سلام خدمت بینندگان عزیز، من اصغر خردادیان هستم، داداش محمد خردادیان. هدفم نرفتن ایرانیان عزیزمون
به آنتالیا که پولاشون رو نبرن آنتالیا خرج کنن برای هیچی و تشریف بیارن سواحل آنتالیا مباشر خیلی و تفریحات سالم انجام بدن و در خدمتشون باشیم. ببخشید به آقای محمد خردادیان اصطلاح دارید؟ من مثل که اول گفتم آقای محمد خردادیان برادر من هستن. البته اون یکم پارتی بازی کرد و بالا رفته. البته اینجا میرفت ظرفشویی میکرد تو رستوران بالا روز 7500 خوشگل. نهارش هم برای خودش میبرد. بعد از ظهرش هم ساعت 5-6 عصر باید میومد خونه. خود یکم برایش سخت بود دیگه. قاچاقی از ایران خارج شدن و نون خودشون آپختن. اونجا به خاطر امرار معاششون مجبورن این کار رو بکنن. ببخشید چرا سهر خانم نبود؟ فقط شما با تاتیانا بودید. خود سهر خانم قرار بود این شب تو برنامه باشه. بعد متوجه شدیم با دوست پسرشون رفتن پارتی. رفتن مکزیک پارتی. خیلی ممنون. قربون شما. موفق باشه هموطنان عزیز.